ادامه اخبار. سال پنجم است که جشن سده همچون عید کشاورزان و پیوند انسان و طبیعت در تاجیکستان با شکوه خاص تجلیل کرده می شود. به مناسبت جشن سده اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان مردم شرفمند تاجیکستان را تبریک نمودند. حالا توجه نمایید به تبریکات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به مناسبت جشن سده در قرائت همکاران ما. هموطنان عزیز، استقلال دولتی برای مردم کهن بنیاد تاجیک امکان تاریخی فراهم آورد که عنعنه‌های فرهنگی و جشن‌های ملی خود را در شکل و محتوای نو و زمانوی احیا و تجلیل نمایند. جشن‌های اجداد آریایی ما به مانند سده و نوروز، تیرگان و مهرگان بازتاب پیوند انسان و طبیعت، آیین‌های وابسته به کارهای کشاورزی، اینچنین هنرمندی بوده بهترین غایه‌های انسانی ماهیت و محتوای آنها می باشند. این جشن‌های باستانی به 4 فصل سال راست آمده گرامی داشت عنصرهای معین طبیعت در مرکز هر یکی از آنها قرار دارد. یعنی مردم ما از زمانهای بسیار قدیم در هر فصل سال جشن و آیین‌های خاص داشتند. گذشتگان ما برای تلقین زحمت دوستی، رشد کشاورزی و ارجگذاری به زحمت آدمان این آیین‌ها را تجلیل کرده امید و آرزو و نیت و هدفهای خود را در دایره آنها افاده می‌کردند. سده در سرگاه این جشن‌های ملی قرار داشته آن پیش از همه کشاورزان را از آغاز آمادگی به کشت و کار یعنی تیاری به بهار خبر می‌دهد. این جشن باستانی فردا فرا می‌رسد که به این مناسبت همه هموطنان عزیز را تبریک گفته برایشان سلامتی و خوشبختی و برای کار آرزو می‌نمایم. جشن سده همچون رمز خرمی و آبادی، تندرستی و شادکامی و دور کننده زشتی و ناپاکی اهمیت بلندی اجتماعی و فرهنگی دارد. به نقل حکیم فردوسی جشن سده را بار نخست شاه هوشنگ به مناسبت کشف شدن آتش برپا کرده است. طبق تقویم‌های خلقی تاجیکی جشن سده به انجام چیله کلان که اوج سردی طبیعت است راست می آید. برابری به پایان رسیدن آن اجداد ما شادی و خرسندی کرده به استقبال نوروز آمادگی می دیدند. آنها یکدیگر را با فرارسی این جشن تبریک گفته خوان زیبا می آراستند و آرزو می کردند که از برکت آن به دیارشان فصل با برار و فراوانی قدم گذارد، سردی دور شده گرمی و سیرابی فرا رسد. جشن سده در طول تاریخ بارها به مخالفت متعصبان دچار شده نسبت به نوروز و مهرگان یک اندازه کم رنگ دایر می گردید. تنها با شرافت آزادی و استقلال دولتی ما آن را احیا کردیم و سال پنجم است که در کشور ما این آیین مردمی جشن گرفته می شود و در روزهای برگزاری آن نمایش نهال‌ها، میوه و سبزوات، نوهای گوناگون طعام‌های ملی و تجهیزات و تکنیک کشاورزی به راه مانده شده محصول زحمت دهقانان و هنرمندان به معرض دقت مردم گذاشته می شود. همزمان با این بازی‌های مردمی، مسابقه‌های ورزشی و چاره‌بینی‌های فرهنگی دایر می‌گردند. این معرکه واقعاً خلقی ما را وادار می‌سازد که آمادگی را به فصل بهار آغاز نماییم، جوی و زهبرها را تازه کنیم، نهال‌های میوه‌دار و آرایشی شنانیم و تخمی سرحاصل انتخاب کنیم. در برابر این از کارهای کشاورزی سال گذشته نتیجه گیری کرده از حاضر برای رویاندن حاصل فراوان و باز هم بهتر گردانیدن تأمینات ساکنان کشور با محصولات آذوقه زمینه گذاریم. باور دارم که احیا و تجلیل جشن سده همچون رمز استقبال فصل نور و گرمی، نیکی و سخاوتمندی، سرجمعی و وحدت کل شهروندان در گسترش کارهای آبادانی و سازندگی و خرمی و پیشرفت تاجیکستان عزیزمان نقش مؤثر گذاشته در آغاز سال چون پیام‌آور نوروز عالم افروز به زندگی مردم شریف تاجیکستان مژده خرمی و خوشبختی خواهد آورد. با چنین نیت‌های نیک
بار دیگر کل مردم شریف کشور را با فرارسی جشن باستانی سده صمیمانه تبریک و مبارکباد گفته به خاندان هر یک فرد وطن عزیزمان صلح و صفا، فیض و برکت و بخت و اقبال بلند آرزو می نمایم. جشن سده مبارک باشد هموطنان عزیز.